سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در پناه حق باشین، ایام و روزگار براتون خوش باشه و بهتون خوش گذشته باشه. بنده علی گردشاسبی هستم با توضیح و موضوع آرتریت دژنراتیو مهره‌های گردن در خدمت شما عزیزان هستیم. پیشاپیش قبل از اینکه شروع بکنم، امروز به عبارتی روز 13 رجب، روز میلاد حضرت علی علیه السلام و همینطور روز مرد هستش که حالا این ویدیو به ضبط میشه و بنده هم از همینجا به مردان و پدران زحمتکشی که از همه خوشی ها و شاید از خیلی از کارهایی که باید برای خودشون انجام بدن میزنن که بتونن خانواده خودشون رو به بهترین شکل تأمین کنن، باید تشکر کرد و برشون آرزوی سلامتی و موفقیت داشت. بیش از این خیلی نمیخوام کشش بدم. این بیماری که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم انشالله میشه اولین کیسی که در جورنال کلاب بعدیمون بهش خواهیم پرداخت. اولی تشکرم باید بکنم از دوستانی که توی جورنال کلاب قبلی شرکت کردن. الحمدلله خب جمعیت از اون که فکر میکردم خدا رو شکر بهتر بود و خیلی هم جورنال کلاب خوبی شد. متاسفانه نشد فیلمشو به خوبی ضبط بکنم به خاطر اینکه داشتم با کامپیوتر خودم ضبط میکردم، بعد همزمان چند تا برنامه روش باز بود، نمیدونم یه مشکلی پیدا کرد و این فیلم ضبط نشد به هر حال. ولی خب حیف شد چون میگم جورنال کلاب به شدت قوی خوبی شد و حالا موضوعات خوبی هم توش مطرح شد. اون 4 مقاله اولی که قبل از این موضوع صحبت کردیم در موردش یه اشاره کلی داشتیم. امروز میخوایم در مورد دژنراتیو دیسک دیزیز صحبت کنیم. توی کیس و حالا اون صحبت قبلیمون اومدیم در مورد سرویکال دیسک هرنییشن صحبت کردیم، در مورد فتق دیسک های گردنی، حالا دیسک بین مهره گردنی صحبت کردیم که اگه یادتون باشه یک چیزی رو اونجا اشاره کردیم، گفتیم که این فتق غالبا در افراد جوان دیده میشه و همونجا هم اشاره کردیم به بیماری دژنراتیو دیسک که تفاوتی که این دو با هم دارن اینه که این بیماری های دژنراتیو بیشتر در افراد حالا بیشتر از 45 سال دیده میشه، یعنی یه جورایی توی افراد میان سال و خب کهن سال. من یکم دوتوشتش کنم که بهتر بشه باش کار کردن. بهتر توی افراد بیشتر از 45 سال دیده میشه، مثلا میشه برای افراد میان سال و خب کهن سال. سیستم به چه صورته این بیماری، حالا اصلا چطور این اتفاق میفته؟ خب ما همونطور که گفتیم که خیلی حالا این شکل کشیدیم، گفتیم که یک سری ورتبرا و همینطور ستون مهره هایی در بدن ما وجود داره که بین این به اصطلاح هر کدوم از این ستون مهره ها یک سری دیسک قرار گرفته که این دیسک ها در اصل وظیفه بخشیدن قابلیت های فلکسیبیلیتی و همینطور کاهش فشار بر روی ستون مهره ما بر عهده دارند. به واسطه وجود این دیسک ها و خب اون مفاصلی که بین هر کدوم از این مهره ها داره به وجود میاد، ما این سری حرکات میتونیم داشته باشیم در جهات متفاوت، کما اینکه یکی از پرجهت ترین مفاصلی که توی بدن ما هست این مفاصل مهره ها هستن که باعث میشن ما بتونیم حرکات خودمون رو داشته باشیم. همینطور اینا باعث کاهش فشار وارده بر روی دیسک های ما میشن. یعنی چی؟ یعنی حالا توی یه همچین بیماری که بررسی میکنیم متوجه بشیم که چقدر مهمه. یعنی اینکه اگر که این دیسک ها وجود داشته حالا اگر که این دیسک ها وجود نداشته باشن، فشار مضاعفی بر روی مهره های ما میاد. یه جورایی مثل موتور ماشین رو بررسی بکنید، ما میگیم که به اصطلاح هر چند هزار کیلومتر بعد حتما روغن موتور ماشین عوض شه. حالا اگر که شما این ماشین رو روغن موتورش رو عوض نکنی، فقط 15 دقیقه بذاری ماشین روشن باشه، میبینی که اصلا آتیش میگیره موتور. اینا یه همچین کارهایی انجام میدن برای اینکه فشار کمتری از طریق دیسک ها روی هم دیگه وارد بشه. این دیسک ها قرار میگیرن و کلا یکی از ساختارهای محافظتیش هست. در بیماری دژنراتیو دیسک اتفاقی که میفته به این صورته که این دیسک ها به واسطه حالا افزایش سن، به واسطه اون استهلاکی که در بدن به وجود میاد، به واسطه هر چیز دیگه‌ای که میتونه منجر به اصطلاح دژنره شدن این دیسک ها بشه، دچار تحلیل میشن.
برای همینه که میگیم که توی افراد بیشتر از 45 سال این اتفاق داره میفته. حالا فتوا گفتیم توی جوانان، اینو گفتیم توی بیشتر از 45 سال. کسایی که بیشتر از 45 سالشون خب به کمرشون فشار آوردن، به اصطلاح میتونن بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن که روی این مورد تاثیر بذاره و حالا از این قبیل موارد. این دیسک ها تحلیل میرن و وقتی که این دیسک ها تحلیل میرن، اتفاقی که میفته فشار روی استخوان زیاد میشه. و حالا این فشاری که روی استخوان زیاد میشه خودش میتونه عامل چندین مورد چیز بشه. یکی از مواردی که میتونه توش به وجود بیاره اینه که وقتی خب فشار داره زیاد میشه، خب میتونه التهاب در استخوان‌ها ایجاد بکنه. خود این التهاب میتونه منجر به یک سری مشکلات بشه. یه حالت کلی که هستش وقتی که فشار روی استخوان افزایش پیدا میکنه، خودش یکی از عوامل استخوان سازی میتونه باشه. مثلا چطور؟ این حرف منظورمه وقتی که استخوان، مثلا فکرشو بکنید شما مثلا باید دستتون بیشتر کار بکنید. خب وقتی باید دستتون بیشتر کار بکنید، خب اون دست مثلا میشه دست قالب و دست قالب قوی تر از دست غیر قالبه، هم توی به اصطلاح کنترل عضلانیش، هم توی خب ضعف قدرت اسکلت عضلانیش دیگه. خب مثلا ماهیچه‌های دست راستتون مثلا قوی تر از دست چپتون، مثلا چه میدونم مچ می‌خواید بندازین دست راستتون زورش بیشتر از دست چپه. این حرف که داریم توی این میزنیم تو استخوان‌ها هم صادقه. به اصطلاح مثلا میگم اگر که ما یه بافت استخوانی مثلا اینجا داشته باشیم، خب این که اینجوری کشیدم دقیقاً به خاطر اینه که استخوان‌ها به صورت لامینار عمود روی هم قرار میگیرن که یه استحکام خیلی خوبی داشته باشن. این ساختار توی خیلی از جاهای قسمت بدن ما دیده میشه. خدمتتون داشتم عادت میشم اگر که مثلا این حالت عادیه یه استخوان باشه، بعد از این که ممکنه حالا مثلا میگم اینجا یک ضربه مثلا بهش وارد بشه، خب مثلا دچار یک شکستگی کوچک توی ناحیه خودش بشه، بعد از اینکه این استخوان خودش رو مثلا تامین میکنه، اینطوری مثلا میشه دیگه. می‌بینید انگار خیلی متراکم‌تر شد. و بیشتر خودش ساخت. به اصطلاح استخوان‌سازی توی نواحی که فشار بیشتر افزایش داره پیدا میکنه. حالا اگر که این اگر که این فشار به صورت کلی در این نواحی که شما دارین الان مشاهده میکنین افزایش پیدا بکنه، ما شاهد استخوان‌سازی هایی در این نواحی خواهیم بود. به این استخوان‌سازی هایی که حالا از لبه مهره ها ایجاد میشه، اول تو میگم قیافه چطوری میکنه. یه همچین قیافه بهش میده. مثلا مهره ما که اینطوریو مثلا اینطوریش میکنه، مثلا اینو اینطوریش میکنه. چقدر این دیسکای بین مهره مهمه. یه همچین حالت باشه. مثلا خب این دیسک هم که مثلا تحلیل رفته، خب یه همچین حالتی باشه. به این زوائد پامانندی که دارن ایجاد میشن اینا به اصطلاح میگیم استئوفیت، یعنی یک زوائد استئوفیتی میتونه ایجاد بشه که در پی این عارضه هستش. حالا وقتی که هرچی فشار روی استخوان‌ها بیشتر بشه، از اون طرف من قرمزش کنم که دم دستم باشه، از اون طرف فشار روی دیسک ها هم مهمه، افزایش پیدا میکنه. و وقتی فشار روی دیسک ها افزایش پیدا میکنه، از اون طرف میتونه، من یه نمایی از بغل مهره ها میخوام بهتون نشون بدم، یعنی یه نمایی که ما داریم از زاویه لترال بهش نگاه میکنیم. این مثلا یه همچین حالتیه، اینم یه همچین حالتیه. اینجا خب بادی ورتبرا ما میشه، اینجا حواسمون هست نخاع داره عبور میکنه، این دیسکا داره بهشون فشار میاد، دچار تحلیل شدن، یعنی این لبه های استخوانی دارن به هم نزدیک میشن. این دیسکا هم حتی آروم آروم میتونن خارج بشن از لبه های استخوانی و وقتی که خارج میشن از لبه های استخوانی میتونن فشار روی اعصاب ایجاد بکنن و وقتی این فشار روی اعصاب ایجاد میشه، به اصطلاح خب میتونه که این مشکلات حرکتی هم به دنبال خودش داشته باشه. ولی شکایت اصلی این بیماران شکایت اصلی این افراد توی این بیماری که مراجعه میکنن به خاطر
سفتی و محدودیت حرکات گردن و خب همینطور دردش دیگه. ما گفتیم که حالا مثلا ای کاش مثلا این چیزها پشت سر هم ببینین چون خیلی دیگه اینا مشخص میشه. مثلا اگه ما گفتیم که این یه دیسک بین مهره‌ای باشه و مثلا میگم اینم یه مقطع از نخاع ما باشه، ما گفتیم که حالا مثلا اگر که از این ور فتح بکنه چه اتفاقی میفته، از این ور فتح بکنه چه اتفاقی میفته، اگه یه فتح روبرویی هم مثلا بکنه چه اتفاقی میفته. خب این همینه بیشتر. این اتفاقات تو این به اصطلاح دژنراتیو دیسک هم میتونه پیش بیاد، ولی خب اگر که به صورت مستقیم بیاد میگیم که شاهد درد نواحی گردن هم خواهیم بود. پس به طور کلی دردی، سفتی، محدودیت حرکت گردن اینا میشن شکایت عمده بیماران توی این بیماری. یکم بیام توی این شکل با هم صحبت بکنیم. این همین استوفیت ها هستن که شما دارین مشاهده میکنیم. میبینید اصلا این لبه منظم اینا چطور شده و میخواد که یک مقایسه داشته باشیم بین یک دیسک سالم و یک دیسک دژنره شده. چه اتفاقی میفته که این دیسک ها دژنره میشن اصلا در کل؟ گفتیم استهلاک های کلی یعنی که این دیسک ها میتونه برشون به وجود بیاد. یکی از عوامل اصلی که این اتفاق میفته از دست دادن آبه یا به اصطلاح دهیدراسیون میشه. این دهیدراسیون که در دیسک اتفاق میفته میتونه روی کلاژن های قسمت های مثلا فیبری هم تاثیر بذاره. وقتی که این اتفاق در کل میفته یکی از اصلی ترین چیزهایی که مشخص شده روی دیسکات روی این دژنره شدنشون مؤثره و همدون ادامه دار هم باشه. پس ما گفتیم این مشکلی که توی دیسک مثلا میتونه به وجود بیاد، حالا چیز ندیدن این خودم میدونم لومباره. این مشکل دژنره شدن دیسک خب یه مشکلیه که فقط صرفا توی گردن نیستش، حالا همونطور که پتقا هم همینطور بودن گفتیم خدمتتون. این دژنره شدن هم بیماریه که به اصطلاح میتونه هم توی چیزا اتفاق بیفته، میتونه هم توی به اصطلاح دیسک ها قسمت گردنی سرویکال اتفاق بیفته، هم تو قسمت حالا لومبار و توراسیک به همین منظور. توی قسمت های به اصطلاح لومبار شاید حتی بعضا شایع‌تر هم باشه به خاطر خب اون فشاری که از سمت بالا و حالا اون حرکات نادرستی که ما با کمرمون انجام میدیم روش هستش. این قسمت های لومبار توی L4 L5 به اصطلاح L5 S1 اینا خیلی فتح و فراوون میشه دیده بشه. حالا میتونه دژنره باشه، میتونه فتح باشه. مثلا نواحی لومبار این غالبا حتی بیشتر هم هستش. این حالا اگه که ما بخوایم کیساش هم بررسی بکنیم، کیس‌های شایع‌تری میتونیم این نواحی لومبار صحبت بکنیم. صحبت‌های کلچه کردیم، گفتیم که این دژنره شدن میتونه باعث به اصطلاح فشار روی اعصاب و این چیزا بشه. یه مورد دیگه که باید دقت بکنیم، مالش من توی این شکلم خوب نتونستم بهتون نمایش بدم، فاصله دوستان بین خود مهره ها هستش. شما یک مهره نرمال که بررسی میکنیم میبینید که یه همچین فاصله ای داره، ولی وقتی که دیسک دژنره میشه فاصله کمتر میشه تا جایی که حتی استخوان ها میتونن روی هم باشن و شما فکرشو بکنید چه درد وحشتناکی میشه ایجاد بشه وقتی استخوان ها با هم دارن میخراشن. شما کمر رو بالا پایین میکنید، استخوان طلاق به هم میخوره، قشنگ صدا میده دیگه، قشنگ استخوان ها فاصلهشون کم میشه. این چه اهمیتی پیدا میکنه؟ حالا غیر از اون عواملی که حالا ما میگیم که درد ایجاد میکنه الا فلان ها، این مورد یه مورد خیلی خوب برای عوامل تشخیصی و حالا دیاگنوز ما هستش که ما بتونیم اینها رو تشخیص بدیم، مخصوصا توی عکس‌های رادیوگرافی ایکس ری و سی تی اسکن. به چه صورت؟ مثلا میگم خب توی ام آر آی، خب اینا همین الان بگیم که قبل از اینکه بریم بهش بپردازیم با یه چیز داشته باشه. خب ام آر آی میدونید دیگه سیستمش چطوره. ام آر آی میاد به نظر یه جلسه نیاز ما بزنیم در مورد اینکه این عکس برداری‌ها چطور کار میکنه، یا حداقل یه مطلبی توی کانال در موردش صحبت بکنیم. ام آر آی و حالا سیستم ایکس ری یه ذره با هم متفاوته. همونطور که میدونید این امواج X رو ارسال میکنه. امواج X حالا بر اساس اون دنسیتی که مواد دارن بعضیاشون عبور میکنن، بعضیاشون کمتر عبور میکنن و بعضیشون بیشتر عبور میکنن، بعضیشون کمتر. خب اونایی که
دنس تر باشن کمتر عبور میکنن و حالا ما توی اون عکس رادیوگرافی اونها رو سفیدتر میبینیم و حالا اونایی که بیشتر عبور میکنن یعنی خب دنسیتی کمتری دارن و خب اونها رو تیره تر مثلا میتونیم مشاهده بکنیم. به طور مثلا میگم ما برخی از نواحی مثلا معده رو میتونیم توی عکس‌های ایکس ری مشکی مثلا چیز بکنیم مشاهده بکنیم. چرا؟ به علت تجمع گازه. مثلا گاز تو اونجا بیشتره، وقتی گاز بشه راحت‌تر عبور میکنه و همین مثلا تیره تر دیده میشه. خب این یه سیستمه. MRI کلا سیستمش متفاوته. MRI میاد با اون سری امواج مغناطیسی که خودش داره یه تفاوت میدان توی اون ایجاد میکنه، بعد یه سری امواج دیگه ارسال میکنه. این تفاوت میدان جبران میشه، بر اساس اون تفاوت میدان یه عکس خیلی خوبی میتونیم از بافت نرم بگیریم. یعنی مثلا ما اگر که بخوایم یه بافت نرم و خوب مشاهده بکنیم، MRI خیلی چیز خوبیه. و اصلا اگه ببینیم تصاویرش تو بافت سخت اصلا مثل استخون دیگه سفید و اینا مثل این مشاهده نمیشه. ایکس ری مثلا استخون سفید میبینیم، تو MRI الان میبینیم نه دیگه اصلا سفید و اینجوری اینا نیستش. متفاوته. MRI برای مشاهده بافت نرم خیلی مثلا شاید بتونه کاربردی تر باشه و ما هم این نه فقط بافت نرم منظورم باشه، مثلا بافت نرمی که مثلا همین دیسکو مثلا عضلات و مغز و اینجور چیزا مثلا خیلی بهتر میتونیم باهاش مشاهده بکنیم. و توی همین بیماری دیسک هم ما وقتی که تصاویر MRI رو ببینیم، مثلا اگر که یه دیسک سالم کجا بکشم براتون اینجا مثلا اگر که یه دیسک سالم یه همچین تصویری ما ازش ببینیم که مثلا روشن و شق و رق و مثلا نرمال و خوبه، یه دیسکی که دچار دژنریشن شده سیاه‌تر شده، مثلا دیسک دژنرس. و چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر وجود مولکول‌های هیدروژن که مثلا توش کم میشه یا کاهش ما نداریم. خب گفتیم اینا خب دهیدراسیون توشون اتفاق میفته دیگه. دهیدریشن وقتی اتفاق میفته آبش کم میشه و به همین منظور سیاه‌تر مثلا مشاهده میشه. خب MRIش خیلی تشخیص خوبی داره. یعنی مثلا ما اگه که تصویر MRI از بیمار داشته باشیم میتونیم مثلا تشخیص بدیم که این مشکل چیه. اینا ما شارژ کردیم و اینطوری شده. یعنی برای تصاویر CT اسکن اگه مثلا برام عکس CT آوردن، خب گفتیم شاید خیلی خوب نتونیم چیزا ببینیم. این که مثلا این سفیده بعد یهو سیاه میشه، خب تو CT اسکن که دیده نمیشه. تو CT اسکن شما یه تصویر میبینید که مثلا میگم طیف رنگش از سفید تا سیاه متفاوته. حالا خاکستری میبینی، سفید میبینی، سیاه میبینی، متفاوته. دیسکو که نمیتونی ببینی که مثلا یکم کمتر سفید شده یکم کمتر سیاه شده، که بافت همون بافت آبش کمتر شده. خب توی اینجا این خاصیت تفاوت بین سطوح در به اصطلاح تفاوت فاصله سطوح در این سطوح نموها خیلی به کار ما میاد. یعنی ما میبینیم فاصله نرمال یه جا میبینیم که فاصله کم شده. بعد خب یه ذره بررسی میکنیم میبینیم که آیا درد داره، ال داره، بل داره، تشخیص هم به سمت اون. بعد مثلا شاید برای اینکه بتونیم تایید نهایی بگیریم یه MRI که اصلا نیاز هم نیستش دیگه. مثلا اینقدر شایعه که مثلا این حرفا از این چیزایی که مثلا میتونه بهش فکر کنم مثلا شاید میتونه همین باشه. و خب مشخص هم هست تو تصاویر. حالا میایم بیشتر مشاهده میکنیم. بیاین یه چیز بکنیم با هم نگاه بکنیم. دوستان این همون صحبتیه که با هم کردیم. یکم زومش کنم. این همون صحبتیه که با هم کردیم. گفتیم که در حالت عادی این دیسک ها به صورت نرمال قرار گرفتن، خیلی شیک، خیلی قشنگ. توی بعضی از جاها که این فواصل کمتر میشه، فشار روی استخوان ها بیشتر میشه. حالا یک طرفی نیست که فشار از پایین بیشتر میشه، فشار رو بالا هم خب قطعا میره. ولی خب فشار توی این نواحی بیشتر میشه. فشار بیشتر منجر به تشکیل استئوفیت ها میشه. استئوفیت ها که تشکیل میشن فشار بیشتری رو میارن روی دیسک و این فشار بیشتر روی دیسک میتونه باعث به عقب رانده شدن و همینطور به سمت نخاع رانده شدن در دیسک بشه و همینطور یک ایمپگمنتیشن در نرف ها و همینطور اعصاب ما به وجود بیاره. یک فشار روی اعصابه که این فشار روی اعصاب میتونه خودش رو به صورت درد حالا در نواحی هم نشون بده. حالا مثلا میگم اگر که توی گردن باشه میتونه درد در نواحی اندام فوقانی. درد که منظورم چیز دیگه، این اختلالات حسی حرکتی، اختلالات حسی حرکتی در اندام فوقانی و حالا یا اگر توی نواحی لومبار باشه و همینطور ساکرال در نواحی، این اختلالات حسی حرکتی در نواحی تحتانی.
این اختلالات حسی حرکتی به چه صورت میتونن باشن؟ در اختلالات حسی حرکتی ما توی این چیزا میتونه یکیش افزایش تونسیته در اندامهای پایینی باشه و همینطور حالا اون افزایش رفلکس ها. مثلا یه هایپر رفلکسیتی دارن اینا که میتونن خیلی شدید به رفلکس ها پاسخ بدن، مثلا تونسیتشون زیاده. چرا؟ حالا دلیلش رو قطعا میدونید، حالا منم یک اشاره میکنم بهش. دلیلش به کلیتش بخوام بگیم به خاطر این گاما موتور نورون ها هستش. این گاما موتور نورون ها که از بیزال گانگلیا ما ناحیه سابتالاموس مثلا میان نشأت میگیرن و حالا نشأت که این تحت تاثیر اونا قرار میگیرن، یه حالتی که دارن توانایی تعدیل کنندگی روی تونسیته ما با به اصطلاح اثرش روی آلفا موتور نورون ها داره. حالا ما میدونیم که حالا مسیرهای پیرامیدال خب آلفا موتور نورون ها هستن، یعنی چیزایی که اصلی که کلا عضلات رو میان مثلا چیز میکنن آلفا موتور نورون ها هستن. این گاما موتور نورون ها یک وظیفه تعدیل کنندگی دارن که حرکات به صورت اسموث، روان و با نیروی مناسب انجام بشه. و حالا اگر که این گاما موتور نورون ها تحت تاثیر قرار بگیرن، آلفا موتور نورون ها بیش از حد میتونن کار بکنن و همینطور منجر به این رفلکس بیش از حدشون باشه. اگر که بخوام مورد دیگه اشاره بکنم در مورد چیزا، غیر از اینکه دردی و سفتی ما میتونیم توی حرکات داشته باشیم، میتونیم محدودیت حرکات گردن هم داشته باشیم. حالا میریم تو چیز نشونتون میدم، توی بایو دیجیتال هم میخوایم بریم مثلا بزنیم بهتون نشون بدم محدودیت حرکات گردن داشته باشیم که مثلا خیلی منطقی میشه دیگه اینجا دیگه. در حالت عادی مثلا ما گفتیم که اینا اینطوری باشن، گفتیم که خب مفاصل راست شکلی کشیدم است، گفتیم که خب این مفاصل خب میخوان در جهات متفاوتی مثلا حرکت بکنن دیگه. خب اینو پاکش کنم، این شروع بود. گفتیم که اینا مثلا میخوان حرکت بکنن دیگه. حالا اگر که این مفصل سطحش خب مثلا میگم ما دوچار کارش بشه و مثلا این دیسک ما مشکل پیدا کنه، خب ما مشکل حرکتی گردن هم پیدا خواهیم کرد. پس یکی از مواردش این مشکل حرکتی هست. بریم اینا هم یه اشاره بکنیم. این یک تصویر MRI دیگه. تا اینجای کار ما این همه تصویر با هم چک کردیم دیگه، اینا راحت بعد بتونیم تشخیص بدیم دیگه. این یک کیس بسیار سیویر هست، یه خیلی دیگه این پیشرفت کرده، وحشتناک شده. شما اصلا من تو رادیوپدیا که دیدم اصلا اول باورم نمیشد این همچین کیسی وجود داشته باشه. خیلی عجیب و غریب بود برای خودم. چرا؟ چون این فشار روی بزنین یکی بگم که چرا میگم که این انقدر کیس شدید و وحشتناکیه. اول که این عکس MRI چطور تشخیص دادیم؟ عکس MRI گفتیم توی عکسای CT اسکن چه میدونم این بر اساس دنسیتیشون سیاه و سفید و اینجوری چیزا داریم. سیاه و سفید به اون صورت نداریم، اینا خاکستری ان همشون. یه برخی از نواحی مثلا میگم روشن‌تر دیده میشه، تو برخی از نواحی تیره‌تر دیده میشه. خب چرا تو این نواحی روشن‌تر دیده میشه؟ خب یکم فکر بکنیم میتونیم تشخیص بدیم. خب به خاطر اینکه اینجا در نواحی این کورد اکوینای ما که مثلا داره میاد به سمت پایین، توی یک ساکی از مایع داره قرار میگیره که این مایع داره به این صورت دیده میشه. نمیخواستم خیلی تو اینا وارد بشم، یعنی وارد میشیم ما به وقتش. به ناحیه لومبار که برسیم اینا نیازه که مثلا صحبت بکنیم در موردشون، ولی خب البته این تصمیم از لومبار دیگه. دلیلش واقعا اینه. به هر حال اینش برام مهم نیست. اونیش که برام مهمه اینه که بابا شما اصلا نگاه کنید این یه مثلا از همین پایین بریم، مثلا از اینجا که S1 شروع میشه و S2 شروع میشه، بذار اینجا هم مشاهده کنیم S1 و S2 و ال و بلا بلا. اینجا مثلا خب مثلا میشه L5 دیگه. این L5 این L5. آقا شما این L4 رو ببینید، حالا این L4 رو ببینید چقدر بزرگتر شده، چقدر فشار روش زیاد بوده. ببینید چقدر تفاوت یه سطح نرمال به سطح غیر نرماله. این کیس بسیار کیس شدیدیه و بسیار بیمارش قطعا داره اذیت میشه. یکی از چیزهایی که میتونیم بهش دقت بکنیم، پرانتز دادم که الان اینو متوجه شده باشید، نازکش میکنم. ببینید این دیسک ها زدن بیرون. این دیسک ها وقتی که میزنن بیرون میتونن تنگی کانال نخاع ایجاد بکنن، میتونن روی اعصاب فشار وارد بکنن،
میتونن منجر به اختلالات حرکتی حسی بشن، میتونن منجر به این بشن که ما دچار رفلکسی بیش از حد بشیم. تو معاینات ما بیمار رو وقتی که مثلا میخوایم یه رفلکس مثلا نیجرک براش انجام میدیم، هایپر رفلکسیتی شدید داریم توی این بیمار مشاهده میکنیم. این کیس خیلی کیس شدیدی. خب این چیزایی بودش که میتونید بهش توجه کرد. حالا شما این کیس رو میبینید دیگه، اصلا با این رشدی که چیز پیدا کرده میفهمیم که قطعا بیماری دژنره هست. ولی مورد دیگه که باید بهش دقت بکنیم تو این تصویر، اصلا منطق نظرم بیشتر اینه، این دیسکاست. ببین این دیسکا میبینیم. خب حالا شما این دیسکی که انقدر تیپیک توش روشن و اینا، مثلا برید با این مقایسه کنین. چیه دیگه؟ چیش مونده است؟ مشکی و در داغون. اصلا این یکی رو ببینید هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. یعنی کلا این دژنره شده. یه قسمتش هم که میبینین زده از این جاها بیرون و دیسک داغون شده. تو این عکس خب خیلی تیپیکیه دیگه. میگم این بیماری شدیدی گرفته این بنده خدا. نمیدونم این چیکارش اصلا کردن دیگه. توی همچین شخصی که میبینیم هم فواصل بین مهره ها کاهش پیدا کرده، هم دیسک دیگه نیست، هم امارایش داغونه. یه همچین حالتی. همین الان تا چیز هستیم، بیاین یه عکس چیزش هم با هم دیگه مشاهده بکنیم. عکس به اصطلاح سیتیش. این حق کپی رایت بنده خدا نگه داریم. یه پروفسوری هست به اسم دانیل کی پارک، Board Certified Orthopedic Spine Surgeon. ستون گنگمون آقای پروفسور پارک یک جراح اسپاین ارتوپدی هستن. ببینید خیلی هم شیک و قشنگ و این سایت خاص نیست بخوام معرفی بکنم بهتون. من بیشتر خواستم عکسش نشونتون بدم. چون کیس هم بود، می‌خواستم بهتون کیس هم بگم که چیز بکنیم. یه کیس استادی داشتن ایشون که حالا مثلا میگه که یه مرد 42 ساله اومده با یه درد کمر، اینم لومبار دیگه، درد کمر داشته، توی نشستنش مشکل داشته. وقتی که میخوابه ببینید چقدر این چیز خوبیه. feels better laying down. میگه وقتی که دراز میکشیده حس بهتری داشته. چه این اتفاق میفته؟ خیلی ساده است. شما مثلا همین تصور بکنید، الان مثلا ما وایسادیم اینجوری، از بالا فشار روشه، از پایین هم فشارش. خب وقتی میخوابیم این فشارها کنسل میشه دیگه. این فشاری که از بالا میاد از پایین میاد، این فشارها دیگه نیستن. وقتی که نیستن، فشار کمتر، درد کمتر. پس خیلی خوب شد. اینا حقیقتا به خودم اضافه شد. چیزی که هست، یکی از مواردی به وجود میاد و حالا برای تشخیص ابتدا به این بیماری میتونیم انجام بدیم، اینه که بیمار وقتی دراز میکشد کاهش درد دارد. با تشکر از آقای پارک. He had done therapy for 6 years. 6 سال این کرده، بعدم اینجکشن داشته، خلاص نشده. میگه که he had a previous discectomy for a disc herniation. 15 سال گذشته یه عمل دیسککتومی هم داشته که حالا این دیسککتومی هم که میدونیم دیگه چیه دیگه، میگه دیسکش هم برداشته بوده 15 سال پیش. توی ایکس ریش یک significant disc degeneration دیده میشه. حالا این دیسک دیجنریشن حالا شما دید اینجا این چیزی از دیسک دیده نمیشه. حالا انصاف هم بخوام بگیم یک مورد دیگه هستش که خیلی میشه دیدش. The height، این ارتفاع دیسک is significantly lower than a normal disc. که این ارتفاع دیسک ها هستش که خیلی توش متفاوت شده. شما اینجا عزیزان مشاهده میکنید، اینجا میبینید این یه همچین فاصله داره این دیسک. خب ای کاش میشد اینجا بکشم. اینجا یه همچین فاصله داره این دیسک، اینجا یه همچین فاصله داره این دیسک، حالا اینجا فاصله رو میبینید. خب ما که خیلی بنده خودم رو عرض کنم، من که خب مثلا هنوز که خیلی چیز ندیدم که مثلا عکس سیتی و ام آر آی به اون صورت ندیدم که حالا نمیگم کم دیدم، اندازه خودم شاید دیدم، ولی خب هنوز خیلی بیشتر آدم باید ببینه. ولی خب بعد از یه مدت این چشم‌ها عادت میکنن که مثلا به اصطلاح اینها بیشتر کمتر میشه. ولی خب یه فاصله خیلی، حتی ما هم میتونیم تشخیص بدیم که یه فاصله بین دیسکی کمتری توی ناحیه نسبت به این دو تا ناحیه قرار گرفته. میگه که به خاطر این چیزی که داشته یه عمل، یه because of failure of extensive non
Operative management, patient underwent an anterior lumbar interfusion minimally instably. و این ارتفاع چیز شد. این anterior lumbar interbody fusion این یه عملیه به اصطلاح LIF بهش میگن. بعد حالا چون که یه تی هم عوضش میشه TLIF TLIF یه همچین عملی انجام میده. اینو در موردش صحبت خواهیم کرد، یعنی توی ادامه صحبت هم بهش خواهیم پرداخت. فیلم امروز میترسم میذاره طولانی شه ولی طول نیست. به این صورته که میان و یه عمل جراحی توش انجام میدن. این انتریور هم بوده، از سطح جلو اومدن یه دوتا پیچ اینجا گذاشتن، یه فاصله بین این دوتا مهره انجام دادن، دوباره اینجا هم میان و جای چیز قرار میدن. یه مثلا اونجا که یادت باشه یک کتون اترس قبلی گذاشتن، یه چیزی به هر حال به عنوان دیسک میان قرار میدن. حالا دیگه با توجه به تکنولوژی که دارن این حرفا، ولی خب قاعدتا همون کتون اتر حالا یه ماده میذارن که فاصله بین این دوتا تحکیم میشه و جلوش هم خب همونطور که میبینید یه پلیتی میذارن که به سمت جلو حرکت نکنه. اینم هست. امروز میخوام خدمتتون دو تا سایت معرفی کنم. امارایش که گفتیم درمانش هم اینجا اشاره بکنم. قبلش درمان هم دوستان گفتیم درمان کلا بیماری های ارتوپدی دو حالته. یکی این بیماری های درمان های روش کانسرواتیو هست، حالا درمان های به اصطلاح میگیم غیر جراحی. یه سری درمان ها هم هست که خب اپراتیو و سرجیکال جراحی. درمان های غیر جراحی خب بستگی داره که چه استیجی بیمار قرار گرفته باشه، که حالا توی هر جایی میان یه سری درمان‌های پیشنهاد میکنن. ولی خب مثلا اگه که منجر به التهاب شده باشه میشه دوباره از همون انسیت ها استفاده کرد. اگر که نیاز به مسکن داشته باشه بهش مسکن داده میشه که خب دردش کاهش پیدا بکنه. و حالا درمان‌های از این قبیل. جراحی‌هاش بستگی به کیسمون داره. همونطور که دیدید و همونطور که پروفسور پارک فرمودند، خب مثلا برای بعضی از بیمارها نیاز هستش که ما مثلا جراحی انجام بدیم از روش مثلا تیلیف. یه سری از بیمارها نیاز هستش که جراحی انجام بدیم که یک جراحی انجام به اسم لامینکتومی. اکتومی بهتون گفتم یعنی چه. اکتومی پسوندیه به معنای خارج سازی. چند تا پسوند چیز داریم دیگه، تومی و استومی و اکتومی و اینا. این لامینکتومی منظور به این لامیناهای نخاع داره. رنگش رو عوض میکنم که بهتر بتونید مشاهده بفرمایید. منظور به این لامیناهای نخاع داره. یعنی چی؟ یعنی ما یه degenerated دیسکش رو بذاریم پیدا کنیم. آره ما چیزی که الان مد نظرمون هست اینجاست که البته توی herniated دیسک هم این کار اتفاق میفته. مثلا اگه که ما توی اینجا نخاعمون داره عبور میکنه، خب این نخاع داره توی یه فضای محفوظ شده دیگه که یک سمتش رو این بادی مهره ها میپوشونن، یک سمت دیگه شو لامیناهای ورتبرا میپوشونن. به این صورت اگر که ما بتونیم مثلا مشکل رو از جلو حل بکنیم که خب از جلو حل میکنیم، میایم دیسکا برم میداریم، نمیدونم مثلا ال میکنیم، بل میکنیم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. اگر که نشد از جلو مشکل حل کنیم، میایم از عقب حل میکنیم مشکل رو. چطوری از عقب حل میکنیم؟ میایم و این قسمت لامینایی که برای نمیدونم باجندو این قسمت بادیمونه، برای قسمت بادی ما گفتیم که یه سری پدیکل داره. این پدیکل ها بیان و در جلو نهایتا بعد از اینکه حالا یه سطح مفصلی به خودشون درست کردن لامیناها ها ایجاد میکنن. این لامیناها نهایتا منتهی میشن به لامینا یا اسپاین ورتبرا، این تیغ مهره. حالا ما اگه که بیایم این اسپاین رو که حواسمون هم هست از این وسط داره نخاع عبور میکنه، حالا اگر که بیایم و این اسپاین رو برداریم، این فشار از روی نخاع برداشته میشه. مثلا فشار از جلو هست، خب اگه جو پشت چیزی نباشه که بخواد فشار روش تحمیل کنه، چیز دیگه نیست. من ببینم چند دقیقه شد، کنم خیلی صحبت کردیم. 33 دقیقه شد. آره به هر حال اینطوریه. خب اینم از این. بریم یک اشاره‌ای هم به چیز داشته باشیم. به کیس همون امروز کوتاه، خیلی طول نمیکشه. یک اشاره‌ای هم به چیز داشته باشیم، بایو دیجیتالمون داشته باشیم.
من از این سایت هرچی بگم کم گفتم. کلا سرویکال دیسک دیژنریشن جدید مبحثیه که یه ذره کم در موردش مطلب هست. نه که بگم کم در موردش مطلب هست، خیلی در موردش مطلب هست. محتوایی که مثل بقیه بیماری ها باشه داشته باشه مثلا، ولی با دیجیتال بازم تو اینجا ما خوشحالمون کرد. یکی اینا بررسی کنیم تا ببینیم چی میشه. اول با همین استوفیت ها شروع کنیم. استوفیت ها دارید مشاهده میکنید لبه هایی هستن که به امتداد این فشاری که بر روی مهره ها واجد شده تشکیل میشه. ما در مورد این صحبت خواهیم کرد. استوفیت ها فقط اینجا نخواهیم، توی بعضی از بیماری های دیگه مثل AS ها هم در ادامه بهش اشاره خواهد شد. داریم میبینیم که وقتی که این اتفاق میفته به دنبال چند تا چیز هست. یکی tears in annulus. tears in annulus بیدم اینجا اشاره کرده که خودم بگم. thickening نه حرف نیست، خودم میگم. به دلیل تغییراتی که در سطح کلاژنی آنولوس فیبروس اتفاق میفته این چیز هستش. ما گفتیم که توی ناحیه پالپی هم این دیهیدراسیون اتفاق میفته. thinning of intervertebral disc هم که خدمتتون عرض شدم، وقتیه که فاصله بین اینها کم میشه به واسطه اینکه این intervertebral disc ما دچار کاهش حجم خودش و ارتفاع خودش میشه. خب راجع به این مورد هم صحبت کردیم. حالا میخوایم ببینیم در مورد اینکه دیسک ما میتونه بزنه بیرون. ببین چقدر چیز خوب و حقیه. اینا از اینجا بذارید من بکشم براتون. اینا از اینجا و اینجا فشار زیاد میشه، بعد این دیسک به ناحیه بیرون فشار میزنه. وقتی که به ناحیه بیرون فشار میزنه میتونه به پایین حرکت بکنه و وقتی که به پایین حرکت بکنه میتونه روی اعصاب ما تاثیر بذاره. من از اینجا اکسایت درا میزنم، روی اعصاب تاثیرش رو داریم میبینیم. حالا دوستان توی اون جراحی لامینکتومی که من خدمت شما عرض شدم چه اتفاق میفته؟ زین من همینجا اینو ببندم. ما گفتیم که به اینا میگیم لامینا دیگه، این چیزی که الان داریم مشاهده میکنیم به این نواحی نخاع اینا. خب لامینکتومی میگیم اینا جداشون میکنیم. به چه صورت؟ حالا روش درمانیش که ما از یکی از استادامون که آناتومی اعصاب میپرسن ازشون پرسیدم و اینا میگفتن که خیلی چیز عجیبیه، اصلا استحکام اونجوری که فکر میکنی نداره. اینا میان با انبوداش اینا طلاق اینو میارنش و جداش میکنن. یه همچین چیزیه. لامینکتومی که انجام میشه همینطور که دارید اینجا مشاهده میکنید این اسپاین بین این ناحیه و ناحیه لامینال گیر کرده، آزاد میشه و خب جراحی به خوبی انجام میشه. اینم در مورد این زنده باد با دیجیتال این صحبت هم کردیم رو. سایتی که در اصل امروز میخوام بهتون معرفی بکنم سایتی هستش به اسم مدسنترال. اگر که چیزاش کامل به همون باز شده باشه، چون من اینترنت قطع، نه اینترنت اوکیه. اون چیزی که ما میخوایم ببینید. این سایت مدسنترال سایتی هستش که داخل اون اساتید پزشکی میان و در مورد کیس های پزشکی که بعضا ممکنه بهش بر بخورن صحبت میکنن. کما اینکه مشاهده میکنید کیس های متفاوتی توی اون به اشتراک گذاشته میشه در مورد سوابق بیماری یک فرد. این سایت مدسنترال سوابق بیماریش، اگزامینیشنش، پریود تریتمنتش، تصاویر رادیولوژی که مثلا برش انجام شه و بعد از اینکه تصاویر رادیولوژی انجام شه، این قسمتش که برای من خیلی جالبه این قسمت دیسکاشنش هست. قسمت کیس دیسکاشنش به اصطلاح طوریه که اساتید متفاوتی مثلا یک آقای جیسون های اسمیت که یک نورسرجن هستن میاد روی این بیماری حالا نظرش رو اعمال میکنه و یا حالا خیلی از بیماری اون کیس که ما داریم هم
دو تا جراح دیگه روش نظر داده باشن. خب اینا خیلی خوبه دوستان. مثلا میگم توی این کیسی که ما داریم بررسی میکنیم مثلا جراح تشخیص جراحی داده بود، ولی خب مثلا این نورسرجری دیگه گفته بود که من بودم هنوز کانسرواتیو ادامه میدادم. حالا به خاطر اینکه ما بتونیم در مورد این صحبت بکنیم که به صورت کیس چطوری این حرفا، من برداشتم اینا با رعایت این حق کپی پیست دیگه اول معرفی کردم سایت و اینجور چیزا، آوردمش داخل چیز به اصطلاح ورد که با هم یه بررسی سریع داشته باشیم و منم سریع بسپارمتون به خدا که امروز خیلی طولانی شد صحبتمون. من که لذت می‌برم حقیقتش، امیدوارم که شماها هم لذت ببرید. Degenerative Disc Disease در یک خانم 30 ساله. ببینید در کل این چرا مثلا کیسش قابل بحث هستش؟ اولین موردش 30 سال. ما گفتیم که بیماری‌های دژنراتیو حالا نکته اولش این بود که در افراد میان سال کهن سال دیده میشه. به طور کلی افرادی که از 45 سال مثلا بیشتر بودن، یعنی اگر 45 سال بیشتر بود ما انتظار داشتیم که بیماری توشون دیده بشه. این خانم 30 سالشه همونطور که داریم مشاهده می‌کنیم. و یه مورد دیگه هم بگم، من این بیماری هم به اصطلاح چیزه تو ناحیه لومباره. حالا امیدوارم که بنده رو به واسطه این موضوع خیلی ازم ناراحت نشید. دیسک گردنیش هم بود ولی خب بحث لومبارش جذاب‌تر بود چون که می‌خواستم یه روش جراحی TLIF هم بعدون مطرح بکنم، برای همین خواستم که در مورد این هم صحبت بکنم. یه خانم 30 ساله اومده با بک پین که از 6 ماه پیش شروع شده. Activity makes her pain worse. وقتی که فعالیت میکنه اینها بیشتر میشه. یه سری امتیازهایی هم بر اساس این دردایی که دارن بهشون میگه و همینطور هیستوری تروما هم ندارن. نکته‌ای که تو اینجا میتونیم دریابیم چیه؟ Activity makes her pain worse. در حین فعالیت درد بیشتر میشه. چرا؟ چون قطعا فشار بیشتر میشه. فشار بیشتر، درد بیشتر. On physical examination the patient reported low back tenderness. گفتیم تونسی درستش میتونه پیدا بکنه. And lumbar pain with range of motion. این تندرنس خیلی مهم هست. She's neurologically intact. در درمانهای گذشتش هم خب اومدن درمانهای کانسرواتیو رو پیش گرفتن، فیزیوتراپی رو داشته، یه سری ورزش ها بهش گفتن انجام بده و همینطور انسیت ها که خدمتون عرض شد. اومدن یه سری عکس برداری کردند. دیگه خیلی دیگه داریم میبینیم راحت، خیلی اوکیه به نظرم دیگه. تا حالا تو هیچ عکسی هم که نخواهیم صحبت بکنیم در موردش، تو این عکس خب یه ذره شاید دشوار باشه، ولی مثلا تو این عکس دوستان نگاه بکنید، فاصله کم و کمتر شده، ارتفاع ما کاهش پیدا کرده. وقتی که ارتفاع کاهش پیدا میکنه ما خب ذهنیتمون میره دوباره سمت اینکه توی نواحیش مشکل داشته باشه. یادم باشه واسه بهتون بگم چطوری باید این تشخیص، البته بعد قطعا، ولی خب من این تشخیص یه اشاره مثلا خدمتتون عرض بشم. یکم برام بالاتر که رو همین اگه بتونیم صحبت بکنیم. دوباره توی این تصویر اگه بخوایم بگیم این که خب مثلا میشه S5، این میشه L5، این میشه L4، دوباره مثلا فاصله رو میبینید، یه فاصله داری میبینیم محو شده. یعنی این تاریکی که اینجا داریم میبینیم اینجا نمیبینیم. چرا؟ چون که دنسیتی بافته میتونه خب به واسطه اینکه آبش کم شده افزایش پیدا بکنه، برای همین کمتر داریم میبینیم. تقریبا در اومد دیگه. این L5، اینم L4، دوباره اینم S1. S1 خیلی راحت تشخیصش دیگه. S1 شما این ناحیه پرومونتوریش رو مشاهده میکنید، میفهمید که خب مثلا S1، بعدا خب دیگه به موازاتش L5 و L4. بچه‌ها یک کیس تیپیک از دژنراتیو داریم میبینید که به اصطلاح دیسکا اوکیان. یه دیسکی داریم سیاه شده، این دندونش رو موش خورده. چرا؟ به خاطر اینکه دچار بیماری دژنراتیو شده. بنابراین من این رو پاک میکنم، میبینید که یکم که ادامه پیدا بکنه اینها سطح مقطعاش صافه، سطوحش صافه. اینجا ما داریم دچار یک دوباره بیرون زدگی این دیسک میشیم که میتونه منجر به استنوزیس یا تنگی این کانال بشه، کانال استنوزیس یا CS، کانال استنوزیس بشه و مشکلات حرکتی خودش رو ایجاد بکنه. حالا روش درمانی این بنده خدا چطور بوده؟ روش درمانیش اومدن و از همون جراحی TLIF استفاده کردن. روش جراحی TLIF اینطوریه که میان و یه حالت
میخی رو اینجا میزنن، یه میخی هم اینجا میزنن، بعد با یه ریترکتور این دوتا از هم جدا میکنن. بعد از اینکه این ریترکتور این دوتا از هم جدا کردن، هر آنچه که از این دیسک مونده رو ازش خارج میکنن. بین اون یک سری موادی که حالا بس تو داره میگم به تکنولوژی که اون فردی که در اون کشور داره استفاده میکنه، به صورت کلی همون اتریکتون ها مثلا استفاده میکنن، در وسط اون قرار میدن و بعد از اون هم یک پلتی هم میزنن اینجا و جراحی انجام میشه. 2 دقیقه آخر قول میدم اینم ببینیم و تمام. Or maximum access surgery transforaminal lumbar interbody fusion is a surgical technique that attempts to eliminate instability in the back and pain in the lower back and lower extremities. MAS TLIF is a less disruptive approach to decompress nerve roots and fuse 1 or 2 مشخصا اینجا هم داریم میبینیم دیگه فاصله کم شده، فاصله کم شده. خیلی شایع داریم میبینیم بین L4 L5 و L5S1 together to reduce their motion. When undergoing an MAS TLIF procedure, you will be positioned on your stomach on the surgical table surrounded by the appropriate surgical draping. An X-ray of your spine will be taken to show the appropriate disc space. Your surgeon will make a small incision off the midline of your lower back or lumbar spine. Your surgeon will then place screws, which are connected to retractor blades, into the vertebrae that will be utilized at the end of the procedure to provide fixation. Nerve monitoring can be used to monitor disturbances to nerves during spinal procedures. A retractor will then be attached to the retractor blades that have been designed to provide your surgeon direct access to the affected area. Next, your surgeon will remove any bony anatomy or stenosis that is causing back and leg pain. Your surgeon will then remove the disc and prepare the disc space for fusion. An appropriate implant will be chosen by your surgeon. The implant, along with bone graft, will be placed into the empty disc space to restore the proper disc height and assist in spinal load, alignment, and fusion. In order to stabilize the spine, the screws will be connected with a rod. This stabilization will encourage bone to grow and fuse the vertebrae together. خیلی هم عالی. از همین سایدی که میبینید فیلم برداشته شده بودم، تو من از یوتیوب برداشتم. خب به همین صورت بود که خدمتون عرض شدیم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. این نکته که فقط داشتش باید دقت بکنیم، گفتیم که این جراحی رو توی گردن من اشاره نکردم بهش. داخل جراحی سرویکال دیسک دیژنریشن چیزی که در منابع اشاره شده همون به اصطلاح لامینکتومی هستش. ولی خب چون این جراحی سیستمش جالب بود و در آینده هم می‌خوایم باش کار داشته باشیم، گفتم که یک اشاره هم اینجا کرده باشیم. امیدوارم که از این فیلم لذت برده باشید. ما که لذت می‌بریم، ما کلاً هر محتوای مرتبط با ارتوپدی بهمون بگیم لذت می‌بریم. علم جذابیه به نظر و خیلی هم می‌تونیم توش کار بکنیم. خیلی طولانی شد این فیلم، امیدوارم که لذت برده باشید. شما رو دعوت می‌کنم به اینکه پادکست های پزشکی بازساختی رو گوش کنید و امیدوارم که از اونها هم لذت ببرید. امیدوارم که فیلم براتون مفید بوده باشه. باز هم تشکر می‌کنم از دوستانی که تا آخر فیلم با من همراه بودن. فیدبک بهم بدین دوستان، من از این فیدبک هایی که میگیرم انرژی میگیرم قطعا و خب خوشحال میشم که بدونم فیلمم برای حالا فیلم که نه برای پذیرها مفید بوده یا نه. چیز یاد میگیریم، خودم که خیلی چیز یاد میگیرم. امیدوارم که این هم برای شما هم صادق باشه. باز هم ممنونم از لطفی که بنده داشتین. در حق باشین ان شاء الله. شبتون روزتون بخیر باشه. یا علی مدد. خداحافظ.